سلام به همگی، به کانال من خوش اومدید. پرونده امروز یه خورده هیجانش بالاست و متاسفانه یه کوچولو خشونت داره. پس اگر که حساسی این ویدیو رو نبین. رابرت پیکتون در 24 اکتبر 1949 به دنیا آمد و در شهر کوچکی به اسم پورت کوک ایتلام که خارج از ونکوور کاناداست بزرگ میشه. این شهر جوریه که کشاورزای زیاد، کارگرای راهن و صنایع تولیدی داره. زمانی که مادر رابرت رو باردار بود، نزدیکای زایمان بند ناف رابرت میپیچه دور گردنش و این باعث میشه که اکسیژن به حد کافی به مغز رابرت نرسه. و یه خورده از لحاظ ذهنی رابرت کند ذهن بشه، یه خورده رفتارهای عجیب غریب توی بچگی از خودش نشون بده که هیچ کس حاضر نباشه باهاش دوست بشه، همه مسخرهش میکردن، توی یادگیری خیلی ضعیف بوده و کلاً از اون دسته از بچه‌هایی بوده که همیشه مورد تمسخر بچه‌های دیگه قرار میگیره و همه ازش فرار میکردن. خانواده پیکتون میان یه مزرعه خیلی بزرگ میخرن، تقریباً میشه گفت 30 هکتار، و اونجا خوک و گاو رو پرورش میدن و تمام وقت کار میکنن. کار کردن توی خانواده رابرت به حدی بوده که پدر رابرت کلا کار نمیکرده. یعنی از این دسته از مردهایی بوده که بشینه جلوی در، مشروب بخوره، سیگارشو بکشه و به افق خیره بشه. برای همین تمام کارهای مزرعه رو مادر رابرت انجام میداده. رابرت یه برادر داشت به اسم دیوید و یه خواهر به اسم لیندا. مادرشون میاد لیندا رو، چون دلش نمیخواسته توی مزرعه سختی بکشه، میفرسته پیش پدر مادر خودش و لیندا با پدر بزرگ و مادر بزرگش بزرگ میشه. توی کارهای مزرعه رابرت و دیوید به مادرشون خیلی کمک میکردن، خصوصا وقتی که از مدرسه میومدن. رابرت وقتی که 12 سالش بود یک گوساله رو به عنوان بهترین رفیقش انتخاب میکنه. خب گفته بودم که یک بچه عجیب و غریبی بود که هیچ کس دلش نمیخواست باهاش دوست بشه، خصوصا زمانی که رابرت اصلا بهداشتش رو رعایت نمیکرد. مثلا صبح که از خواب بلند میشد میرفت با خوکا بازی میکرد، بهشون رسیدگی میکرد، کلی کار میکرد توی مزرعه و اصلا حاضر نمیشد که بره دوش بگیره. با همون سر و وضع میرفت مدرسه، میومد بین مردم میچرخید و این خیلی دیگران رو آزار میداد به جز عجیب غریب بودنش. یه روز که از مدرسه برمیگرده دنبال گوسالش میگرده و هرچی که میگرده اونو پیدا نمیکنه. میره پیش مادرش و ازش میپرسه که گوسالش کجاست. مامانش هم میگه اگه پیداش نمیکنی برو طویله رو بگرد. اینجا رابرت یه حس خیلی بدی میگیره که نکنه بلایی سر گوساله من آورده و بهم نمیگه. با استرس میره سمت طویله. در طویله رو که باز میکنه میبینه گوسالش شکمش پاره شده، سر و ته آویزون، دل و رودش ریخته بیرون و یک جورایی سلاخیش کرده مادرش. رابرت میگه اینجا توی اون سن من برای اولین بار مرگ رو حس کردم و فهمیدم که مرگ چه حس وحشتناکی داره. رابرت 18 سالش میشه و یه اتفاق بد توی زندگیش براش میفته. اینجا دیوید برادرش گواهینامه‌ش رو میگیره و مدام میاد پوز گواهینامه‌ش رو به رابرت میده که تو خنگی، تو نمیتونی گواهینامه‌ت رو حاله ها بگیری، من گواهیمو گرفتم و از این داستانا. یک روز دیوید سوار ماشین میشه و از مزرعه میره بیرون. توی جاده با یه بچه تصادف میکنه و به جای اینکه اون بچه رو برسونه بیمارستان فرار میکنه، میاد خونه و قضیه رو به مادرش میگه. مادرش و دیوید سوار ماشین میشن و میرن سمت جایی که دیوید تصادف کرده. اونجا که میرسن مادرش نبض بچه رو چک میکنه و میبینه که بچه در جا تموم کرده. قسمتی که ماشین پارک بود یک جوی آب بود، در واقع گودال آب بود. مادرش بچه رو هل میده توی گودال آب که کسی متوجه نشه و سوار ماشین میشن، برمیگردن مزرعه و یک جوری رفتار میکنن انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، نه استرس داشتن نه ناراحت بودن. مفقودی اون بچه گزارش میشه، پلیس میگرده و بچه رو پیدا میکنه. طبق شواهدی که اونجا وجود داشته متوجه میشن که دیوید با این بچه تصادف کرده و فرار کرده. دیوید رو بازداشت میکنن و به دادگاه اطفال میبرن و براش حکم زندان میبرن چند سال. اما مادرش رو دستگیر نمیکنن، کسی هم نمیدونه چرا. اینجا رابرت متوجه میشه که مادرش نه تنها میتونه به حیوانها آسیب بزنه، به انسانها هم میتونه آسیب بزنه. و یک اتفاق دیگه که میفته و خیلی توی آینده رابرت تاثیر داره اینه که تو ممکنه هر جرمی مرتکب بشی و مجازات نشی.
توی سن 28 تا 29 سالگی رابرت پدرش از دنیا میره و 1 سال بعد مادرش از دنیا میره. اینجا هر چی که داشتن به بچه‌ها میرسه. منتها اسم رابرت به عنوان وارث قید شده بود که یعنی رابرت بیاد ارثیه رو بگیره و تقسیم کنه بین خواهر برادرش. منتها تا 40 سالگی نمیتونست دست به صندوق امانات بزنه. اوضاع این مزرعه اصلا خوب نبود. مزرعه یه بار آتیش میگیره، 600 تا خوک نابود میشن، حدود 100 تا خوک و 120 تا گاو زنده میمونن. رابرت با 1000 بدبختی میاد مزرعه رو بازسازی میکنه و تلاش میکنه یک کسب و کار جدید توی مزرعه را بندازه تا رونق پیدا کنه. حیوانات زیادی رو توی مزرعه میاره، مثل مرغ، خروس، قاز، اردک، شترمرغ، تا مزرعه رونق پیدا کنه و از اون منجلاب مالی که توش افتاده نجات پیدا کنه. توی شهر با یه قصاب به اسم پت آشنا میشه. این قصاب میومد ذبح میکرد حیوانات مزرعه رابرت رو ازش خرید میکرد و میفروختشون. رابطه خیلی خوبی با هم داشتن و میشه گفت رابرت توی این بیزنس جدیدش واقعا موفق بود. اینجا برادرش آزاد میشه از زندان و توی ونکوور یه شغل پیدا میکنه و میره اونجا. پیمانکار تخریب ساختمون بوده. بعضی وقتا که پروژه های بزرگی رو میگرفتن به رابرت زنگ میزد و ازش کمک میخواسته که تو هم بیا به من کمک کن، در کنار کارهای مزرعه یه پول دیگه هم در بیار، و رابرت هم قبول میکنه. اونجا فقط کار پیمانکاری انجام نمیدادن. رابرت و دیوید درگیر کارهای خلاف هم میشن. مثلا تورسوارای اون منطقه میمدن ماشین، موتور، دوچرخه مردم رو میدزدیدن، به دیوید میدادن، چون دیوید توی کار تخریب ساختمون بود و میدونست چجوری این وسایل رو باید تخریب بکنه. اونها رو تخریب میکرد، قایم میکردن و بعد از یه مدت به شرکت بیمه به عنوان وسایل مفقودی گزارشش میدادن و یه پولی هم میگرفتن. البته پلیس بعداً متوجه میشه که دیوید داره یه کارهای خلافی میکنه، دستگیرش میکنه، ولی چون هیچ سندی نداشتن، هیچ مدرکی نداشتن، مجبور میشن آزادش میکنن. در سال 1994 دیوید توی ونکوور شمالی یه کار خیلی مهم پیدا میکنه و با رابرت تماس میگیره که تو هم بیا، این پروژه من خیلی بزرگه، تنهایی از پسش بر نمیام، با هم دیگه این کار انجام بدیم. محل پروژه با مزرعه تقریبا میشه گفت با ماشین 40 دقیقه فاصله داشته. رابرت یه ون داشته که یه خونه متحرک روش بس میشده، اونو با خودش میبره که توی اون خونه بمونه. حدود 1 سال میگذره و 2 تا برادر مشغول این کار بودن و داشتن سخت کار میکردن. اینجا لیندا خواهرشون یه مشاور املاکی حرفه‌ای شده بود و باشون تماس میگیره، میگه 3 تا بخش از مزرعه رو میخواد بفروشه تا یه خورده وضع مالشون بهتر بشه. این کار رو انجام میدن، ولی با این وجود باز هنوز مزرعه بزرگ بوده و کارهای خیلی زیادی داشته. در زمانی هم که توی این 1 سال رابرت نبوده، کارگر گرفته بودن. برای مزرعه داشته طبق روال خودش پیش میرفته، یعنی مزرعه همیشه فعالیتش رو داشته. رابرت داشت توی شمال ونکوور در منطقه‌ای به اسم لوترک قدم میزد. لوترک جایی بوده که مواد مخدر و فقر و کارگری زیاد بوده و رابرت اوقات فراغتش رو توی یکی از هتل‌های اونجا میگذرونده. با چند تا کارگر جنسی ملاقات میکنه و بهشون پیشنهاد پول و مواد میده که یا بیان باهاش مزرعه یا اینکه بیان توی ونش. سالها این کار رو انجام میده. در نهایت در سال 1996 رابرت و دیوید تصمیم میگیرن یک کسب و کار جدید توی مزرعه در قسمت کشتارگاه را بندازن. میان یه مؤسسه خیریه غیر انتفاعی اونجا باز میکنن و اسمش رو میذارن انجمن اوقات خوش کاخ خوک. در واقع اونجا یه پوشش اجتماعی بود برای کارهای خلافی که میخواستن انجام بدن. توی اون منطقه یه گروه موتورسوار به اسم نگهبانان جهنم وجود داشتن که برادرش میاد چند تا از اینا رو به عنوان نگهبان استخدام میکنه. کلا این بیزنس جدیدشون خیلی رونق میگیره، خیلی طرفدار داشته. پلیس های فاسد، افرادی که توی شهرداری کار میکردن و فاسد بودن زیاد اونجا میرفتن و میومدن، جشن میگرفتن، مشروب میخوردن، کلی رقص داشتن. هر شب حدود 2000 نفر اونجا جمع میشدن. در سال 1997 رابرت میره یه منطقه‌ای که با یه کارگر اسم وندی آشنا میشه. بهش پیشنهاد $100 پول و مواد مخدر میده به شرطی که باهاش بیاد مزرعه. اون کارگر هم قبول میکنه. وقتی که به مزرعه میرسن، رابرت اونو تو خونه نمیبره. یه تریلر داشته که اونو میبره اون تو. وندی وقتی که وارد تریلر میشه، توجهش سمت
کیسه خوابی که اونجا بوده و یه رول بزرگ پلاستیکی هم اون گوشه گذاشته شده بوده جلب میشه و به رابرت میگه دیزاین خیلی جالبی داری، دکوراسیون تو خیلی دوست دارم. بعد از اینکه کارشون تموم میشه وندی پولشو میگیره و میره دستشویی. وقتی که میاد بیرون به رابرت میگه که میشه بهم یه تلفن بدی، من باید زنگ بزنم. رابرت هم تلفنشو بهش میده. وندی وقتی که داشته شماره میگیره از گوشه سمت راست چشمش متوجه میشه که رابرت به شکل خیلی عجیبی داره بهش نزدیک میشه. تا میاد برگرده میبینه که دست رابرت یه دستبند بوده و سعی میکنه که بزنتش به دستهای وندی. اینجا با هم دیگه درگیر میشن و حین درگیریشون سمت آشپزخونه کشیده میشن. وندی دستشو دراز میکنه، یه چاقو برمیداره و شروع میکنه چاقو زدن به رابرت توی بازوش، توی پاش، توی صورتش و ضربه‌ای که توی صورت رابرت میزنه اونقدر عمیق بوده که چند تا از دندونای رابرت رو میشکنه. دوباره با همدیگه درگیر میشن و یک جوری به بیرون تریلر منتقل میشن. اینجا وندی یه جوری از پشت سر رابرت سر در میاره و دوباره به رابرت چاقو میزنه تو کمرش، توی پاهاش و حین این چاقو زدنه چون با هم درگیر میشدن خود وندی هم چاقو میخوره و زخمی میشه. رابرت میفته رو زمین و وندی با هر دردسری که شده خودش رو میرسونه لب خیابون. یه ماشین داشته بهش نزدیک میشده، میپره جلوی ماشین، متوجه میشه زوج مسن توی ماشین نشستن و ازشون کمک میخواد. اون زوج هم سوارش میکنن که برسوننش بیمارستان. وندی خونریزی شدید داشته و به اون زوج میگه اون مردی که روی زمین اونجا تو مزرعه افتاده خوب نگاش کنید، اگر بلایی سرای من اومد اون مرد قاتل منه و پلیس رو خبر کنید. وقتی میرسن بیمارستان وندی رو میبرن اتاق عمل و اون زوج به نگهبان بیمارستان میگن که یه مرد دیگه هم اونجا افتاده بود و چاقو خورده بود، ما نمیدونیم شرایط حیاتیش به چه شکل هست. آمبولانس میره رابرت رو دقیقاً میارن همون بیمارستانی که وندی بستری بوده. رابرت ظاهراً ضربه های چاقویی که خورده بوده جوری نبوده که بخوان عملش بکنن. کلا 150 تا بخیه میخوره و بعدم آزادش میکنن. چرا؟ دلیلش رو ما هم نمیدونیم. اینجا دیوید با خبر میشه چه بلایی سر رابرت اومده و با دوستش به اسم لیزا تماس میگیره و بهش میگه که یه مدت بیا پیش رابرت بمون و ازش پرستاری بکن، تو این مدتی که تو اینجا هستی من به تو پول میدم و قطعاتم پرداخت میکنم. لیزا هم خب قبول میکنه. زمانی که لیزا پیش رابرت بوده متوجه یه سری چیزای خیلی عجیب میشه. اولا که رابرت حرفای عجیب میزده که چرا گذاشته وندی از دستش در بره، چرا نتونسته بلایی سر وندی بیاره، باید یه کاری انجام میداد و اون یه زن بود و حریفش شده. اینجا یه خورده لیزا نگران میشه. وقتی هم که داشته خونه رو تمیز میکرده متوجه میشه که چند تا کارت شناسایی که متعلق به زنها بوده رو توی کشوی رابرت میبینه. چند تا سرنگ توی کشوی رابرت میبینه، بعضیشون استفاده شده بودن اما میدونست که رابرت معتاد نیست. از طرف دیگه یه سری وسایل دیگه از خانم ها میبینه، یه سری لباس زیر خانم اونجا میبینه که بعضیشون خونی بودن و این خیلی لیزا رو میترسونه. زمان میگذره، رابرت یک مقدار سرپا میشه، میتونه از پس خودش بر بیاد و لیزا از پیش رابرت میره. لیزا به جای اینکه بره پیش پلیس میره پیش یکی از دوستای قدیمیش به اسم بیل و همه چیز راجع به رابرت و مزرعه تعریف میکنه و میگه که شک دارم نکنه رابرت یه قاتل سریالی باشه و من خیلی ازش میترسم. 17 روز بعد از اتفاقی که برای وندی میفته، وندی میره پیش پلیس و از رابرت شکایت میکنه. بالاخره رابرت دستگیر میشه. رابرت به جرم اقدام به قتل، حبس غیرقانونی و ضرب و شتم شدید متهم میشه. اما خانواده پیکتون پولدار شده بودن. رابرت بهترین وکیلا رو برای خودش میگیره. روز دادگاهش فرا میرسه اما وندی نمیاد. یا تهدیدش کرده یا پشیمون شده. قاضی هم زمانی که این پرونده شاکی نداره نمیتونه رابرت رو متهم کنه. پس رابرت آزاد میشه. آوریل 1998 خانمی به اسم سارا با دوستش نزدیکای یک بار عمومی وایساده بودن. منتظر کسی بودن که سوارشون بکنه. دوستش با یه نفر آشنا میشه، سوار ماشین میشه و میره. وقتی برمیگرده سارا رو نمیبینه و اینجا شک میکنه نکنه سارا هم سوار ماشین شده و رفته. میره توی بار و وسایل سارا رو میبینه. اینجا یه خورده نگران میشه چون سارا نمیتونسته وسایلش و کیفش رو همینجوری ول کنه و خودش بره. برای همین زنگ میزنه به دوست پسر سابق سارا و خانواده‌اش و میگه چه اتفاقی افتاده.
اونا هم نگران میشن، با پلیس تماس میگیرن، ولی پلیس قضیه رو جدی نمیگیره. چرا؟ چون سارا یه کارگر جنسی بوده و پلیس گفته خب حتما سوار ماشین یه نفر شده، رفته هر جا که باشه خودش برمیگرده، در صورتی که سارا سوار ماشین رابرت شده بود. مدت‌ها میگذره، از سارا خبری نمیشه. دوست پسر سابقش نگران میشه، با یه روزنامه نگار به اسم لینسی کانیس تماس میگیره که مقاله‌ای در رابطه با کارگران گم شده در منطقه رو بنویسه و پلیس رو به خاطر جدی نگرفتن قضیه محکوم کنه. در جولای 1998 اولین مقاله راجع به این وضعیت منتشر میشه و بعد 11 قسمتی تبدیل میشه. توی مقاله یه شماره تلفن ویژه گذاشته میشه که مردم بتونن باهاش تماس بگیرن که زنای گم شده یه سری رو گزارش بکنن. لیزا رو یادتونه از رابرت پرستاری میکرد و همه چیز رو به بیل گفته بود. اینجا بیل یاد حرفای لیزا میفته که گفته بودش که چه چیزایی تو خونه رابرت دیده و با دوست پسر سابق سارا تماس میگیره و همه چیز رو راجع به رابرت و مزرعه‌اش تعریف میکنه و بهش میگه حتما با پلیس تماس بگیر، اون مزرعه رو بگرد، شاید دوست دختر تو هم اونجا باشه. دوست پسر سابق سارا با پلیس ونکوور تماس میگیره، همه چیز رو براشون تعریف میکنه و 2 بازرس تو اداره پلیس بودن که این قضیه براشون حیاتی بود و قضیه رو پیگیری میکنن. تا الان 35 خانوم گم شدن. اینجا پلیس میدونه که یه قاتل سریالی این وسط هست. این همه مفقودی غیر ممکنه. میان یک معاون بازرس به اسم کیم رو برای کمک میارن که توی این کار خبره بوده و یک برنامه‌ای ساخته بوده به اسم رایل انگار برنامه‌ای بوده که جزئیات جرم رو تحلیل می‌کرده، ارتباط جرایم رو محاسبه می‌کرده و حتی مظنونین بالقوه یا مجرمان سریالی رو هم شناسایی می‌کرده. در سپتامبر 1998 مقاله دیگه‌ای از لینسی درباره زنان گم شده منتشر میشه و یک بار دیگه به شدت پلیس رو محکوم میکنه که در رابطه با گم شدن کارگران اصلا اهمیتی قائل نیست و هیچ زحمتی به خودش نمیده و جون همچین خانم‌هایی در خطر هست. این مقاله باعث میشه توجه برنامه تلویزیونی تحت تعقیب‌ترین‌های آمریکا رو به خودش جلب کنه و یک قسمت کامل از زنان گم شده رو بسازه. حتی واسه اطلاعات در رابطه با این پرونده $100,000 جایزه میذارن که هر کی هر چی میدونه رو بیاد بگه. در ماه می 1999 اداره پلیس ونکوور گروهی رو سازماندهی میکنه که در رابطه با این زنان گم شده اطلاعاتی رو به دست بیارن. اسم پروژه هم آملیا میذارن. این پروژه میتونه اطلاعات زیادی از DNA در رابطه با زنان گم شده رو جمع بکنه و حتی سرنخ‌هایی رو پیدا میکنن که به یه نفر ختم میشه و اون یه نفر اسمش هست رابرت پیکتون. پلیس این موضوع رو جدی میگیره، رابرت رو به مدت 2 هفته تعقیب میکنن اما چیزی رو نمیتونن ثابت بکنن. هیچ مدرکی وجود نداشته. حتی در کنار رابرت به یه نفر دیگه هم مشکوک میشن. اون رو هم تعقیب میکنن اما بیفایده بوده. در سال 2000 پلیس سوار نظام سلطنتی کانادا که معروف به پلیس سوار نظام بود مهمی دریافت میکنه. رابرت کلی دوست دختر داشته که بعضی وقتا باهاش زندگی میکردن. یکی از این دوست دخترها به اسم لین با پلیس تماس میگیره و میگه چی از رابرت میدونه که تا حالا به کسی نگفته. در واقع در سال 1999 چند ماه لین و رابرت با هم زندگی میکردن. توی کارهای مزرعه لین به رابرت کمک میکرده و گاهی وقتها با هم دیگه میرفتن کارگر سوار میکردن میآوردن مزرعه. یه شب لین و رابرت یکی از کارگرای سوار میکنن و به مزرعه میارن. اون خانوم با رابرت وارد تریلر میشه اما لین میره توی اتاق نشیمن و خوابش میبره که ناگهان نصف شب با صدای جیغ از خواب بیدار میشه. وقتی که بیرون نگاه میکنه میبینه سمت انبار یه نور خیلی عجیبی داره میزنه بیرون. میدوه میره سمت انبار، در رو که باز میکنه صحنه‌ای میبینه که هیچ وقت نمیتونه فراموش کنه. درست جلوی چشمش 2 پا رو میبینه که این شکلی آویزون شدن. عین اون گوساله بود که براتون تعریف کردم چه شکلی سلاخی شده بود. این خانم هم به همون شکل آویزون شده بود. حالا خودتون تصورش رو بکنید. و رابرت کلاً سر تا پا غرق خون بوده. روی اون میزی که زیر اون خانم بوده
خون ریخته بوده، تپه‌های مو جمع شده بوده و همه اینا باعث میشه که لین وحشت کنه و شروع کنه به جیغ کشیدن. اینجا رابرت دست لین رو میگیره، میکشتش داخل و همش بهش میگه آروم باش، فکر کن که این یه خوکه که آویزون شده، هیچ اتفاقی نیفتاده. ولی لین اونقدر شوکه شده بوده که هیچی نمیشنیده. و رابرت اینجا بهش میگه که اگر ساکت نشی و بخوای این قضیه رو برای کسی تعریف کنی، دقیقاً همین بلا رو سر خودت میارم. لین قول میده به کسی چیزی نگه و برای مدت‌ها از رابرت فاصله میگیره. بعد از یه مدت که ناپدید شده بود، میاد و همه چیز رو به پلیس میگه. اما بعداً انگار از طرف کسی تهدید شده بوده، حرفاشو پس میگیره و میگه که همه رو از خودش درآورده. تو سال 2000 یه خورده اوضاع مزرعه به هم میریزه و اون انجمنی که راه انداخته بودن تعطیل میشه، چون که ظاهراً به خاطر عدم ارائه صورت‌های مالی کارشون میخوابه. اینجا هم با پت کار میکنه، هم با برادرش، عین سالهای قبل. لیندا خواهرشون بازم میاد با رابرت و دیوید صحبت میکنه، میگه دوباره قسمتی از مزرعه رو بفروشیم تا یه خورده وضعمون بهتر شه و این کار رو هم انجام میدن. تا الان اون 35 کارگر تبدیل شدن به 45 کارگر مفقود شده و هنوز پلیس نتونسته رابرت رو دستگیر بکنه. دوباره مقاله دیگه ای از این زنان گم شده منتشر میشه و پلیس این دفعه از سمت عموم تحت فشار بوده، مجبور میشه تحقیقات بیشتری انجام بده. با چند تا کارگر مصاحبه میکنه ببینن چیزی از رابرت میدونن یا نه. اونها هم رابرت رو ندیده بودن. مشخصاتی که میگن که چند بار سوار ماشین یه نفر شدن قشنگ میخورده به دیوید، ولی خب دیوید که بلایی سر اونها نیاورده. در اواخر سال 2001 بالاخره پلیس اطلاعاتی دریافت میکنه که به دردش میخوره. کارمند سابق رابرت که تو مزرعه بوده میاد پیش پلیس و گزارش میده که رابرت سلاح گرم غیرقانونی پر توی خونش نگه میداره و همین میشه یک بهونه برای پلیس که حکم بازرسی مزرعه رو بگیرن. میرن توی مزرعه، رابرت رو دستگیر میکنن. وقتی که اونجا رو میگردن، دستبند، کروات، فهرستی از اسامی زنها رو اونجا پیدا میکنن، لباس زنونه، کیف پول، اسلحه‌های غیرقانونی، اسباب بازی‌های و یه هفتیر وستون 22 رو پیدا میکنن که با یه دیگ پلاستیکی منحنی کنارش که در واقع این برای صدا خفه کن توی اون اسلحه استفاده می شده. همچنین پلیس یک اسپری تنفسی اونجا پیدا میکنه که بعداً مشخص میشه متعلق بوده به خانومی به اسم سرنا که از ونکوور ناپدید شده بوده. خاطر همین پلیس ونکوور هم مجبور میشه که وارد قضیه بشه و تحقیقات کنه. رابرت به خاطر نگهداری اسلحه گرم پر و بدون مجوز دستگیر میشه و روز بعدش با قید وثیقه آزاد میشه. اما پلیس بهش اجازه نمیده که وارد مزرعه بشه و رابرت میره پیش برادرش. پلیس باید مدارک بیشتری رو توی زمین مزرعه پیدا میکرد و اونجا الان 17 هکتار بود. بازم بزرگ بوده و این کار رو باید با کمک ماشین‌آلات انجام میدادن تا زمین‌ها رو بکنن. ماشین‌آلات رو میارن، زمین‌ها رو میکنن و چیزهایی رو پیدا میکنن که پلیس رو تو شوک فرو میبره. مقدار زیاد دی ان ای از تریلر رابرت و سراسر ملک جمع میکنن. فقط هم دی ان ای زن نبوده، دی ان ای مرد رو هم پیدا میکنن. در 22 فوریه درست 17 روز بعد از دستگیری اولیه رابرت، پلیس در تریلر رابرت دی ان ای زنی رو پیدا میکنه که اخیراً ناپدید شده و این دی ان ای همون زنی بود که دستگاه تنفسیش اونجا مونده بوده. اینجا چون که رابرت خود حقه باز بود، میان رابرت رو میندازن توی یه سلول انفرادی در میارن و توی سلول زندان میفرستن و اونجا یه دونه مأمور مخفی میذارن که نشون بدن که این مأمور مخفی یک زندانی خیلی خفنه. این مأمور باید سعی کنه با رابرت صحبت کنه، ازش یه جورایی اعتراف بگیره. رابرت وقتی که با این مأمور صحبت میکنه بهش میگه که تا الان 49 تا زن رو کشته و خیلی ناراحته که این عدد رو رند نکرده و نشده 50 تا. توی این فاصله تحقیقات پلیس تو مزرعه ادامه داشت. پلیس استخون، گوشت، مو، دندون، پوست و ناخن انسان پیدا میکنه. بعضی از فریزرهایی که گوشت خوک توی اونها نگهداری میشده چند قطعه بدن و سر که با اره از وسط نصف شده بوده رو پیدا میکنه. پلیس 3 کیسه پر از گوشت چرخ کرده پیدا میکنه که بقایای انسان هم توی اونها پیدا میشده. بعضی از شواهد وجود داشتن که نشون میداده بعضی از خوک‌های مزرعه ممکنه بقایای انسان رو خورده باشن، چون یک قسمت از اون جایی که خوک‌ها تغذیه میکردن
تیکه‌هایی از بدن انسان رو هم با همون گوشت‌های چرخی پیدا کرده بودن. رابرت به 27 فقره قتل درجه 1 متهم میشه و با کمال وقاحت هیچ کدوم رو گردن نمیگیره. بعد از 5 سال در ژانویه 2007 دادگاه رابرت برگزار میشه. توی این دادگاه دوست دختر سابق رابرت و همون رفیق رابرت که قصاب بود پت رو هم به جرم مشارکت توی قتل‌ها دستگیر میکنن، اما خب مدرک آنچنانی نداشتن. این دو نفر هم قبول میکنن که علیه رابرت شهادت بدن و یه جورایی آزاد بشن. توی دادگاه مشخص میشه بیش از 80 نمونه دی ان ای پیدا شده و مقداری دی ان ای مرد. وکلای رابرت میان میگن که اونجا مزرعه بوده، اونجا کلی رفت آمد بوده. خب مشخصه که این همه دی ان ای پیدا میشه، این خیلی طبیعیه. ولی اینجا قاضی میگه خب در رابطه با اون وسایلی که پیدا شده چی دارید بگید؟ درباره شواهدی که هست، در رابطه با شاهدهایی که هستن، راجع به اونها چی میخواید بگید؟ در کنار اینها میگن که خود رابرت توی زندان به مأمور ما اعتراف کرده. اینجا وکلا میان میگن رابرت از لحاظ ذهنی یه خورده کندذهن هست و اومده قپی بیاد در برابر همسلولیش که کم نیاره. شما نمیتونید به این اتکا کنید. اما خب شواهد همه بر علیه رابرت بوده و در دسامبر 2007 رابرت پیکتون به خاطر 6 فقره قتل درجه 2 محکوم میشه. چرا درجه 1 نه؟ چرا درجه 2؟ چون قانون کانادا همینه. فرق قتل درجه 1 و درجه 2 این هستش که شما واسه قتل درجه 1 برنامه ریزی میکنی. اما وقتی که رندوم یه نفر رو انتخاب میکنی و به قتل میرسونی، هر چقدر هم که تعدادش بالا باشه، سریالی باشه، سریالی طور شدید هم باشه، چون رندوم این کارو میکردی، اون شخص رو از قبل نمیشناختی، درجه 2 به حساب میاد. قانون مزخرفیه، اما متاسفانه این قانون کانادا است. اینجا با اینکه 49 نفر رو رابرت کشته، فقط به 25 سال زندان محکوم میشه. در سال 2010 وکلای رابرت پیش خودشون فکر میکنن که این خب خیلی منصفانه نیست، حق رابرت بی‌انصافی شده. به دادگاه اعتراض میزنن، اما اعتراضشون قبول نمیشه. اون اداره پلیسی هم که بارها گزارش مفقودی بهش داده شده بود و پیگیری نمیکرد قضیه را، هم باید پاسخگو می بود و جریمه خیلی سنگینی میشن. توی این فاصله بازمانده های قربانیان از برادر و خواهر رابرت هم شکایت میکنن که اونها باید میدونستن تو مزرعه داره چه اتفاقی میفته، اما خب شواهدی علیه اونها وجود نداشت، فقط میتونن ازشون غرامت بگیرن. در تاریخ ماه می 2024 آخر رابرت توی سلولش توسط یک زندانی دیگه مورد حمله قرار میگیره و جونش رو از دست میده. خواهر و برادر رابرت بعد از این اتفاق مزرعه رو میفروشن و کلا دیگه سعی میکنن که پول مزرعه رو نگه دارن و کاری با مزرعه نداشته باشن. دوست دختر سابق رابرت، لین، هم به جرم تهدید رئیس و خانواده رئیسش در اکتبر 2022 محکوم به 1 سال تعلیق در کار میشه. حتی شایعات وجود داره که به احتمال زیاد دوست دختر رابرت به رابرت توی قتل‌ها کمک کرده، اما خب دستگیر نشده چون که شواهدی علیهش نبوده. کسایی که این حرف رو میزنن میگن که ظاهراً توی دعوای لفظی لین با یه شخصی، لین بهش گفته که میدونی چیه؟ ما قرار خوک پرورش بدیم و تو به زودی توسط خوک‌ها خورده خواهی شد. اما چون هیچ مدرکی علیهش نبود، پلیس نمیتونست علیه اون رو دستگیر بکنه. پرونده رابرت پیکتون همینجا به اتمام میرسه. نمیدونم این پرونده رو دوست داشتید یا نه، امیدوارم که دوست داشته باشید. نظراتتون رو توی کامنت بهم بگید. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.